دادگاه مأموری مصر تحقیق قضیه 8 خادم یکی از موزه‌های این کشور را آغاز نمود. آنها با بی احتیاطی به نقاب طلایی پادشاه جوان مصر باستانی فرعون توتنخامون متهم می‌شوند. طبق اطلاع رسیده این افراد با کندن ریش توتنخامون از نقاب طلایی و پنهان نمودن این حادثه ایبدار شدند. کارشناس آلمانی کریستیان اکمن که از طرف وزارت یادگاری‌های باستانی مصر برای تحقیق ضرر دعوت شده است، میگوید نقاب قابل ترمیم است. به نقاب چیزی تهدید نمی کند. زیانی رسانیده شده را می توان اصلاح کرد. می خواهم وضعیت را واضح کنم. وقتی کارتر این نقاب را یافته بود، الکی ریش از نقاب جدا بود. حتی در سال 1924 وقتی نقاب را به موزه قاهره آورده بودند، ریش با نقاب همراه نبود. ریش را بار اول در سال 1941 به نقاب پیوست کردند. متاسفانه ماه اوگوست گذشته هنگام تغییر روشنایی کسی به نقاب دست رساند و ریش از نقاب جدا شد. احتمال سبب جداشوی ریش کیفیت شیرش باشد. در حال اثبات شدن عیبنامه خادمان موزه جزای مأموری خواهند گرفت. یعنی یا از وظیفه برکنار می شوند یا معاش آنها کاهش خواهد یافت. کارشناس آلمانی ریش را به جایش پیوست نموده است و ماه دکبر نقاب توتنخامون به جایش در موزه قاهره برگشت.